اگه زندگیتون رو دوست ندارید برید خونه و با خودتون یه جلسه بذارید، در مورد این فکر کنید که به چه چیزایی فکر میکنید. به جای اینکه بقیه رو سرزنش کنید یه جلسه برای خودتون بذارید و خودتون رو از تمام اون افکار بدتون خلاص بکنید. یه طرف قضیه اینه که چیز رو با ایمان گرفته باشید، ولی از یه طرف دیگه من اینجوری تعریفش میکنم که چه تجربه‌ای داشتید و من میگم حالا این قانونیه. خیلی برکت هاست که ما شرعاً به خاطر اینکه مسیح مرد و خونش رو برای ما ریخت، چون اون با خونش یه عهد جدیدی بست و به عنوان ایمانداری که تولد تازه داره ما با اون هم ارثیم، یه ارثی داریم، این قانونا مال ماست. ولی تملک اون برای بعضی ها یه مسئله. بنی اسرائیل از اسیری مصر بیرون اومدن، توی مصر برده بودن، این برابر با برده گناه بودن. خدا موسی رو فرستاد که اونا رو آزاد کنه، اون مسیح رو فرستاد تا ما رو آزاد کنه. ما از اسارت گناه بیرون اومدیم، اونها از اسارت فرعون بیرون اومدن و به طرف سرزمین بده راه افتادن. یا ما هم از بند گناه آزاد شدیم و همش درباره وعده های خدا میشنویم و شروع میکنیم به یادگیری این که چطور به اون وعده های توی زندگیمون نزدیک بشیم. خب بنی اسرائیل باید از جایی رد میشد که تو کلام بهش میگه بیابان. این یه مسافت 11 روزه راحتی بود که مستقیم از تو بیابان رد میشد، گرچه 40 سال دراز و پر درد و رنج طول کشید تا بالاخره وارد اون سرزمین شدن. راستی بیشترشون وارد نشدن. از چندین میلیون نفر که بیرون اومده بودن حدود 1.5 میلیون نفر فکر کنم وارد شدن که شامل کالب و جاشوا و بعضی از بچه ها که به سن تکلیف نرسیده بودن اونا وارد شدن و خدا دیگه از دست بقیهشون خسته شده بود و گفت شما به سرزمین بعده وارد نمیشید. حالا ما داستان رو میخونیم و سرمون رو تکون میدیم و فکر میکنیم که چقدر احمق بودن. اگه فقط سفر 11 روز بوده چطور 40 سال طول کشیده؟ ولی باید از امشب از خواب خرگوشی بیدار بشیم و متوجه بشیم که خیلی از ماها هم دور همون کو دور میزنیم خیلی طولانی. و حرف من امشب به شما اینه که وقتشه که عبور کرده و سریع به طرف سرزمین وعده بر. خلاصه اونا فکر میکردن که مشکلشون اونا هستن. هممون یه سری از این ایانا داریم، کنانیان، فرزیان، حوریان، اموریان. اینا مارکای ما هستن. شاید شوهر بد باشه، شاید همسایه بد اخلاق باشه، شاید مریضی هامون باشه، فقر باشه، گذشته بد باشه، ولی همه ما مشکلات خودمون رو داریم و فکر میکنیم اینا مسئله مونه. شیطان. اگه این دست از سرم برمی داشت، اگه این، اگه اون، اگه یه چیزایی. ولی من مطالعه کردم سالهای سال، از کلام خدا تحقیق کردم، متوجه شدم که خیلی واضحه. ما میتونیم یاد بگیریم که مشکل اونا دشمناشون نبودن، چون ببینید خدا طرف اونا بود و اگه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ هیچی در دنیا نمیتونه ما رو شکست بده اگه خدا با ماست و خدا طرف اونا بود. به اونا گفته بود اگه اون چیزی که من بهتون گفتم بکنید میتونید به سرعت از تو صحرا رد بشید و سفر کنید و از وعده هم لذت ببرید. ولی اونا این کارو نکردن. دشمناشون نبودن. کنعانیان، فرزیان، هویان، اموریان نبودن. غول‌های تون سرزمین نبودن. طرز فکر غلط و روحیه غلط اونا بود. اونا نمیدونستن که چطور اونجور که خدا میخواد فکر کنن. شما کاملا میتونید فکر کنید که راههای رهایی چیه اگه یاد بگیرید که چطور اونجور که خدا میخواد فکر بکنید. اونجور که خدا میخواد. غیر ممکنه پیروزی داشته باشید و فکر کنید که اسیرید. غیر ممکنه که شاد باشید در حالی که تو فکرت غم و افسردگی باشه. غیر ممکنه که از گناه آزاد بشی در حالی که فکر میکنی اسیر گناهی نمیتونی آزاد بشی. مثال خیلی خوبی از این در رومیان فصل 6 هست. در رومیان فصل 6 آیه 2 پولس میگه چطور میتونی در گناه زندگی کنی وقتی نسبت به گناه مردی؟ کتاب مقدس به ما میگه وقتی مسیح مرد ما هم با اون مردیم. او گناه رو به صلیب برد
و ما نسبت به گناه مردیم و حالا نسبت به عدالت زنده هستیم. میدونی یعنی چی؟ یه قسمتی از شما تولد دوباره داره که نمیخواد گناه بکنه و نسبت به گناه مرده که برای همینه وقتی گناه میکنید ناراحت میشید. قبل از این تولد ناراحت نمیشدید، براتون چندان مهم نبود، خوشتون میومد، لذت میبردید. ولی وقتی این تولد دوباره رو پیدا کردید حالا دیگه یه مشکل جدیدی دارید، چون دیگه با راحتی خیال نمیتونید گناه کنید. بنابراین یه قسمتی از شما ناراحتتون میکنه، یه قسمتی از شما نمیخواد گناه کنه. گرچه هنوزم نفس رو با خودتون دارید، توی فکری که تازه نشده و احساساتی که کنترل نشده، یه اراده لجباز که باید خدا و روح القدس روش کار کنن و در واقع همون بیابونای ما هستن. روان ما که باید با کلام خدا تازه بشه بیابونهای ما هستن. باید یاد بگیریم که چطور بذاریم خدا روی ما کار بکنه. این روح ماست که بر روانمون غلبه میکنه. اون نمیخواد که ما توی روح کوچیک زندگی بکنیم، میخواد ما رو از فکرهای غلطمون، احساسات غلط، اراده غلط، مسائل مالی غلط، رابطه‌های غلط، تفریحات غلط بیاره بیرون. اون میخواد که نهایتا از طریق ما نور درخشان و روشنی باشه که خلاصه دنیا بتونه بگه این شخص چیزی داره که من میخوام. خدا رو بپرستید. بنابراین در رومیان 6:2 میگه که ما نسبت به گناه مردیم، ولی در رومیان 6:11 میگه گرچه نسبت به گناه مردیم ولی در عدالت زنده ایم. در عدالت زنده ایم. عاشق این قسمت کلامم. پس بالاخره میتونید بگید در رومیان 6:2 میگه که نسبت به گناه مردیم، ولی بعد در رومیان 6:11 میگه پس حالا فکر کنید که نسبت به گناه مردید. باور داشته باشید که در گناه مردید. پس میگیم نسبت به گناه مردیم و سرود میخوریم که در مسیح آزادم ولی از گناه میترسیم. میگیم معتادم، اینجوریم اونجوریم، نمیتونم از این خلاص شم، خیلی سخته، نمیتونم بر اون غلبه کنم. میگیم در بیابان گیر کردم. باید اینجوری فکر کنیم که خدا فکر میکنه و بگیم خدا میگه و اون کمک میکنه. اونه که کمک میکنه که سریع از بیابون رد بشم و شروع کنم بر اساس وعده‌های خدا عمل بکنم و با کمک خدا افکارتون رو کنترل کنید. با کمک فراوان از روح القدس، تعلیم زیاد از روح القدس، میتونید افکارتون رو کنترل بکنید. نمیشه تا وقتی که یاد بگیرید ببینید به چی فکر میکنید. من بهش میگم فکر کردم به این که به چی فکر میکنید. هر جا که فکر بره آدمم دنبالش میره. اگه زندگیتون رو دوست ندارید برید خونه یه جلسه با خودتون داشته باشید، فکر کنید که به چی فکر میکنید و به جای اینکه تقصیر رو گردن چیزای دیگه بذارید یه جلسه با خودتون بذارید و از خودتون بپرسید آیا وقتش شده که این افکار مزخرف رو کنار بگذارم؟ آیا وقتشه واقعا که این افکار رو ازش بگذارم؟ تصمیمتون رو بگیرید. تصمیمتون رو بگیرید که روی چیزای درست و خوب فکر کنید. میدونید یکی از بهترین آیه ها، نه 2 تا از بهترین آیه های کلام که وقتی در مورد فکر تعلیم میدم توی دوم قرنتیان 10:4-5 هست. زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه ها که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا میافرازد به زیر میافکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر میسازیم. میدونیم که در فکر ما یه جنگه. افکار غلط، دلیل و برهان ها که با کلام خدا نمیخونه و کتاب مقدس بهمون مسئولیت میده که اونا رو پیدا کنیم و یادمون میده. از روح القدس تعلیم میگیریم. تنها کاری که باید بکنیم اینه که بگید خدایا از تو میخوام که منو آگاه کنی که من افکار بدی نداشته باشم. فقط دعا کنید خدایا هر دفعه که من فکر غلطی داشتم بهم بگو، نذار فقط بشینم و به اون افکار غلط فکر کنم. آگاه هم کن وقتی اشتباه فکر میکنم. و وقتی شروع به چنین دعایی میکنید شروع میکنید به متوجه شدن که نباید به این فکر کنم، نباید به اون فکر کنم. این با کلام خدا نمیخونه. و اون بندهای فکری وقتی که شاگرد جدی کلام خدا میشید پاره میشه. و این همون کاری که امشب دارید میکنید. من شما رو آفرین میگم چون جمعه شبتون رو گذاشتید، شب پارتی کردنتون رو، هفته کاریتون رو که تموم شده و خیلی کارهای دیگه میتونستید بکنید. میتونستید پولتون رو روی چیز دیگه بذارید که براتون فایده نداشته، یا میتونستید جاهایی باشید که لازم نبوده باشید، یا خونه بمونید و روی مبل لم بدید چون تمام هفته کار کرد و خسته شدید. هزاران نفر از شما اون بالا کلام خدا رو مطالعه میکنید و اونا میپرستید. بهتون آفرین میگم. ولی در ضمن بهتون میگم
نمیخوام ناامیدتون کنم، این برای با پیروزی زندگی کردن کافی نیست. باید بعضی صبح که بیدار میشید بیشتر مطالعه کنید، بعد یه قدری دعا کنید، پرستش کنید، فرداش کلیسا برید، هفته بعدش به سرویس وسط هفته برید، هفته دیگه 5 روز برنامه تلویزیونی منو نگاه کنید، یه چیزی روی آیپدتون بذارید، روی آیفونتون بذارید، ادامه بدید، کلام خدا رو بخونید 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 بخونید. بعد خیلی زود شروع میشه به کاملا متفاوت فکر کردن. رومیان فصل 12 آیه 2 میگه که هم شکل این جهان نشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکو و پسندیده و کامل خدا چیست. کامل خدا. متشکرم، منم دوستتون دارم. ارمیا 4:14 میگه تا به کی خیالات فاسد در تو بماند؟ تا کی؟ اینو دوست دارم. ارمیا 4:14 تا به کی خیالات فاسد در تو بماند؟ پس اولین چیز اینه که ببینم کجا وایسادم. احساس میکنم که مشکلی برای بنی اسرائیل بود که باعث شد اینقدر طول بکشه تا پیروز بشن و همینطور چرا خیلی از اونا اصلا پیروز نشدن. و میدونید متاسفانه خیلی ها هستن که مسیح رو قبول دارن و به ملکوت خدا میرن، ولی هرگز اینجا روی زمین با پیروزی زندگی نمیکنن. میدونید چرا؟ حتما نباید زندگی پیروزمندانه داشته باشید که به ملکوت برید. شما به وسیله خون مسیح نجات پیدا کردید ولی از سفرتون لذت نمیبرید. باید پیروزی داشته باشید بلکه برای دیگران شاهد درستی باشید. آمین. پس اولین چیزی که دیدم بنی اسرائیل انجام دادن این بود که اونا دید درستی نسبت به آینده نداشتن. همش مرتب در مورد گذشتهشون حرف می زدن. فکر می کردن که گذشتهشون آیندهشون رو تعیین میکنه. و من اینجا هستم که بهتون بگم که مهم نیست که در گذشتهتون چه اتفاقی افتاده. مهم نیست که الان تو زندگیتون چی میگذره. این قدرتی روی شما نداره که یه آینده عالی و روشن رو نداشته باشید اگر یاد بگیرید که در روح ببینید. کتاب مقدس در اشعیا 11 میگه که مسیح با گوش و چشمش تصمیم نمی گرفت. اون با چشم روحانیش میدید و با گوش روحانیش میشنید. هممون رو سرمون چشم و گوش داریم ولی همینطور چشم و گوش روحانی هم داریم. با چشمان جسمانیمون میتونیم که ببینیم اطرافمون تو زندگیمون چی بگذره و چی اتفاق بیفته، ولی با چشم روحانیمون اون رو که با این چشما نمیبینیم میتونیم ببینیم. با روحیه ایمان نگاه میکنیم و میگیم خدا میگه من میتونم یه آینده خوب داشته باشم. این اواخر من توی کافی شاپ توی شهر یوتا بودم و یه خانمی من شناخت و شروع کرد با من حرف زدن. گفت من به دفتر خدمات شما نامه نوشتم و مشکلم و گفتم و شروع کرد به مشکلاتشو به من گفتن. گفت تو زندگیم بیچاره و بدبختم کردن. خب بهش چیزی نگفتم چون نمیخواستم ناراحتش کنم، ولی وقتی رفتم فکر کردم که خانم منم بدبخت کردن ولی حالا خوشبختم. آمین. اون همونطور باقی مونده که منو بدبخت کردن. و بهتون بگم میشینه یه جای دیگه همین داستان رو تعریف میکنه برای یکی دیگه 5 سال دیگه 10 سال دیگه و هی این داستان رو میگه و تلختر و بدتر میشه چون امیدی برای تغییر دادن زندگیش نداشت. من سعی کردم بهش کم کم بگم خب خدا همه چی عوض میکنه، باید به خدا اعتماد کنی، باید به خدا ایمان داشته باشی، ولی اون من رو رد میکرد و بهانه میورد و میگفت که داستان زندگیش مثل هیچ کس دیگه نیست، هیچ کس اینقدر بدبختی به سرش نیومده و خودشو بخت برگشته میدید و مثل این بود که انداختنش زیر اتوبوس 18 چرخه و هیچ خیالی هم نداره که از زیرش بیاد بیرون. خب ولی در مورد من تصمیم گرفتم از زیرش بیام بیرون و سوارش بشم برم. شما هم میتونید. ولی بذارید بهتون بگم این چیزی نیست که یکی دیگه براتون تصمیم بگیره. این
این یه چیزیه که شما خودتون باید براش اراده بکنید. برای مثال میخوام به پیدایش فصل 13 نگاه کنید. یه مردی اونجا میبینیم، ابراهیم، که همه چیشو از دست داده، ولی آخرش بیش از اون چه که از دست داده داره. میدونید کار خدا اینجوریه که میتونید هر چی که دارید از دست بدید، ولی اگه با چشم ایمانی نگاه کنید میتونید آخرش بیش از اون چی که از دست دادید داشته باشید. ایوب همه چی از دست داد، مشکلات عظیمی پیدا کرد، ولی آخرش خدا 2 برابر اونی که از دست داده بود بهش داد. ابراهیم برادرزادش لوط رو برکت داد و هر چی که داشت با اون تقسیم کرد. هر دوشون ثروتمند شدن. خیلی گله و کارگر داشتن که با هم نمیتونستن کنار بیان. حالا اون کارگراشونو میگم. و ابراهیم رفت به لوط گفت قدم اول رو برداشت. میخواست صلح کننده باشه و گفت ازت خواهش میکنم که نذار بینمون جنگ و دعوا باشه. تو تصمیم بگیری که کدوم زمین رو میخوای و من اونی که تو نمیخوای برمیدارم. فکر میکنم این روی فروتنی زیباییه ها. من میگفتم اول خودم این قسمت رو که میخوام برمیدارم، هرچیمون مال تو. چون هیچی نداشتی اگه من خودم بهت نداده بودم. ولی معلومه که ابراهیم مرد خدا بوده و احتمالاً یکی از دلایلی که خدا باهاش عهد بست همین بوده. خلاصه اگه که فصل 13 رو بخونید، لوط بهترین قسمت دره اردن رو برای خودش برمیداره و هرچی باقی موند رو به ابراهیم میده. خلاصه بعضیش زیاد خوب نبود، ولی در آیه 14 میگه که و بعد از جدا شدن لوط از وی، خداوند به ابرام گفت اکنون تو چشمان خود را برافراز و از مکانی که در آن هستی به سوی شمال و جنوب، مشرق و مغرب بنگر، زیرا تمام زمین را که میبینی به تو و ذریت تو تا ابد خواهم بخشید. به تو و ذریت تو تا ابد خواهم بخشید. و در آیه 17 میگه که برخیز و در طول و عرض زمین گردش کن، زیرا که آن را به تو خواهم داد. پس اینجا 2 چیز رو داره میگه، هر دوش به طور مساوی مهمن. اول گفت نگاه کن به شمال و جنوب و شرق و غرب، هر چی که میبینی بهت میدم. حالا معلومه که بهش میگفت که با چشم جسمانیش نگاه کنه، ولی من فکر کنم خدا میخواد امشب به شما بگه به آینده با ایمان نگاه کن. ببین چی میبینی؟ میتونی خودت رو آزاد کنی؟ از قرضات خودتو آزاد ببینی؟ میتونی ببینی که صاحب خونه شدی؟ خودتو ببینی که یه ماشین نو داری؟ ببینی یه شغل بهتری داری؟ میتونی ببینی که به خیلی خیلی از مردم برکت میدی؟ میتونی؟ خودتو ببینی که اون چه رویات بوده داری زندگیش میکنی؟ حالا هر چی که بوده، البته تا جایی که رویای خدا هم باشه، میتونی اون زندگی رویایی تو داشته باشی؟ میتونی ببینیش؟ اگه نمیتونی ببینی پس هیچ وقت هم نخواهی داشت. بعد به اون گفتش که هر چی که میبینی بهت میدم، پس برو توش بگرد و مال توست. یعنی باید عملم بکنی. من یه رویا داشتم، رویایی که خدا بهم داده بود که کلام خدا رو وزن کنم. این چیزی بود که خدا دونش رو توی قلبم کاشت. اولین دفعه‌ای که نوار تعلیمم رو در سال 1976 شنیدم. برام اونقدر جالب بود که یکی میتونه یه آیه از کتاب مرقس برداره و تقریبا 1 ساعت تمام دربارش حرف بزنه و همه توجه بکنن. این آتش عشق به موعظه کلام در تمام دنیا که خیلی تو اون موقع مسخره به نظر میومد در من شعله گرفت. پس اینو میدونم که باید کار خدا باشه و بگم من کوچکترین کاندید این بودم. بنابراین خدا چیزهایی تو قلبتون میذاره که اصلا از نظر عقلانی معنی نمیده. برای همینه که نمیتونید خارج از ذهن تازه شدهتون زندگی بکنید. باید با ذهن روحتون زندگی کنید. خدا امکانات رو بهتون نشون میده، ولی وقتی کلام رو میخونید باید برای خودتون برش دارید، نه اینکه اینا مال یه گروه به خصوص و آدمای به خصوصی باشه، بلکه هر وعده توی کلام خدا مال شماست. همش مال شماست. خدا میخواد برکتتون بده. خدا میخواد شما رو ترفیع بده، بالا ببرتتون. خدا میخواد شفاتون بده، میخواد ازتون استفاده بکنه. خدا میخواد برکتتون بده، مبارکتون کنه. باید اینو ببینید.
نمیتونید با این چشما ببینید قبل از اینکه باورش کنید. باید با چشمای روحانیتون ببینید، بعد بالاخره با این چشما هم میتونید ببینید. من تو میزوری زندگی میکنم که بهش میگن ایالت نشونم بده. خب به حساب خدا شما اول باید ایمان بیارید، با چشم ایمان ببینید و بعد بالاخره در روح میبینیدش. ولی همینطور گرچه با ایمان اونی رو که خدا به هم گفته بود میده رو باور کرده بودم، ولی باید اعلام میکردم که تصاحبش کردم، اما هنوزم باید تو اون سرزمین میرفتم. حالا کلمه تصاحب کلمه جالبیه، چون اگه مطالعهش کنید یعنی باید از صاحب فعلیش میگرفتی بعد اونو تصاحب میکردی و اونا نمیخواستن با دشمن روبرو بشن چون دشمن همونجا بود. واسه همین وارد اون سرزمین وعده نمیشدن و همینطور میچرخیدن واسه خودشون، منتظر که قبل از که برن و اونجایی که خدا گفته بود رو بگیرن یه کاری در مورد دشمنا خدا انجام بده. حالا جالب اینجاست، در واقع بعد از 2 سال اونا به مرز سرزمین وعده رسیدن. اگه ببرمتون تو تثنیه فصل 1 که فکر میکنم همین الان یه ثانیه بریم، تثنیه فصل 1 آیه 20. پس تثنیه فصل 1 آیه 20: و به شما گفتم که به کوهستان اموریانی که یهوه خدای ما به ما میدهد رسیدید. موسی داره اینو میگه، اینک یهوه خدای تو این زمین را پیش روی تو گذاشته است، پس برای و چون که یهوه خدای پدرانت به تو گفته است آن را به تصرف درآور و ترسان و هراسان مباش. آنگاه جمعی شما نزد من آمده گفتید مردان چند پیش روی خود بفرستیم تا زمین را برای ما جاسوسی نمایند و ما را از راهی که باید برویم خبر بیاورند و این سخن مرا پسند آمد. پس 12 نفر از شما، یعنی یکی را از هر سبط گرفتم و این اونیه که ما بهش حالا 12 جاسوسی که رفتن سرزمین وعده و دیدن میگیم. و معلومه که آیه 25 میگه که و از میوه زمین دست خود گرفته آن را نزد ما آوردن و ما را مخبر ساخته گفتن زمینی که یهوه خدای ما به ما میدهد نیکوست. حالا آیه 26 رو نگاه کنید. لیکن شما راستید که بروید بلکه از فرمان خداوند عصیان ورزیدید. همش رو نمیخونم حالا، ولی بعدن تصمیم گرفتن که خب حالا میریم و تو خدا گفت نه نرید چون الان من با شما نیستم. باید اون موقع که بهتون میگفتم میرفتید. و بعد اونها رفتن مرز سرزمین وعده و خدا بهشون گفت حالا وقتشه که برین و سرزمین وعده رو بگیرید. و اونا نرفتن و بر علیه خدا بلند شدن و 38 سال دیگه تو بیابونا چرخیدن. حالا امشب میخوام یه درس کوچیکی بهتون بدم. وقتشه به یه چیزایی رسیدگی کنید. وقتی خدا بهتون میگه الان وقتشه که به یه چیزی برسی، یه مسیری روی اون رسیدگی هست و نمیشه عقبش بندازی که حالا یه وقت دیگه که راحت‌تر انجامش بدم، حالا حالش نیست. بعد ممکنه تصمیم بگیری بگی خب حالا حالش هست بذار انجامش بدم، ولی شما رو خدا برای اون موقع ممکنه مسح نکرده باشه، برای اون موقع نبوده. باید یاد بگیریم که وقتی خدا چیزی رو تو زندگیمون لمس میکنه اونو جدی بگیریم. اگه میدونید خدا داره روی رفتار بدتون انگوش میذاره پس جدی بگیریدش. اگه خدا داره روی نبخشیدن هایی که تو قلبتون دست میذاره دیگه بهانه‌های الکی نیارید که چقدر سخته. بهتون میگم چی سخته. تنفر از آدما این خیلی سخت‌تر از نبخشیدنشونه. بخشش راحت تره در مقایسه با تلخی و رنجش و پر از این سمها بودن. اگه خدا داره روی یه عادت مخرب تو زندگیتون دست میگذاره، اگه خدا دست گذاشته پس حتما نباید فکرشو بکنید که نمیتونید، پس میتونید، چون خدا هیچ وقت چیزی رو بهتون نمیگه که قدرت انجامش رو تا پیروزی و تا آخرش نداشته باشید. بهتره باورش کنید.